سلام، این چهارمین ویدیو کانال ایران ترید فیکسه که داره در بهمن 1402 ضبط میشه. کانالی که در اون من حمید در هر ویدیو یک مطلب آموزشی فارکس رو به زبون ساده قابل فهم اما با مثالهای زیاد آموزش میدم. توی ویدیوی قبلی راجع به هدف بازار صحبت کردیم و فهمیدیم که هدف بازار پیدا کردن قیمت منصفانه است. این ویدیو راجع به مبحث کندل هاست. در مورد ستاپ های معاملاتی صحبت میکنیم. از نظر پرایس اکشن هر کندل یک ستاپ معاملاتیه، چون کندل بعد از اون میتونه شروع یک حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی باشه. کندل یا کندل های سیگنال رو میگیم چون کندل سیگنال هم میتونه شامل یک کندل مثل اینجا باشه که یک کندل ریورسال بار هست، یا میتونه شامل الگوهای کندلی باشه، یعنی دو یا چند کندل اون رو تشکیل بدن که اینجا هم یک الگوی بازگشت دو کندلی یا تو ریورسال بار میبینیم. ستاپ های معاملاتی هم میتونن در جهت روند باشن و هم میتونن برخلاف جهت روند باشن. هرچی روند قوی تر باشه اهمیت کندل سیگنال پایین تر میاد و باید به دنبال هر راهی برای ورود باشیم، چون روندها معمولاً برای اینکه حرکت زیادی داشته باشن باید معامله‌گرا رو داخل و یا خارج روند به دام بندازن. در کل کندل های سیگنال برگشتی که در طول یک روند میان معمولاً بهتر از کندل های سیگنال ادامه دهنده هستند، به خاطر اینکه روند میخواد معامله‌گرای خلاف جهت رو در داخل و معامله‌گرای در جهت روند رو در بیرون بازار به دام بندازه. مثلا توی یک روند قوی صعودی بایرها بیرون از روند میمونن، چون که کندل های سیگنالی که توی پول بک میان ضعیف و نامناسبه و مجبور به دنبال کردن روند میشن این بایرها. سلرها اما چون کندل سیگنال بازگشتی قویه توی تله میفتن و استاپ خوردن اونا و وجود بایرهایی که دنبال ورود به روند هستن باعث میشه روند صعودی حرکت زیادی داشته باشه. کلاً ترید کردن کار ساده ای نیست، به دست آوردن سود از یک روند قوی هم کار آسونی نیست، اما تریدرهای تازه کار فقط باید در جهت روند ترید کنن. پس توی اسلاید 9 نمونه های از چگونگی معامله یک روند آوردم و توی اسلاید آخر هم انواع سیگنال بارها رو گفتم که به دو دسته سیگنال بارهای ادامه دهنده و سیگنال بارهای بازگشتی تقسیم میشن. معامله گران در تمام طول روز و وقتی که پای چارت نشستن دنبال ستاپ های معاملاتی هستن. ستاپ موقعیتیه که میتونه از یک یا چند کندل تشکیل شده باشه و به تریدر این اطمینان رو میده که اگه سفارش گذاری انجام بده احتمال سود و موفقیت بالایی داره. با این تعریف همه کندل های روی 4 ستاپ های معاملاتی هستن، چون کندل بعد از اونا میتونه شروع کننده یک حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی باشه. با این حال یک سیگنال بار خوب و قوی فقط در صورتی مورد توجه تریدرها قرار میگیره که کانتکست ازش حمایت کنه. در غیر این صورت هر چقدر کندل سیگنال خوب باشه نباید معامله بشه. گفتیم 90% معاملات بازار توسط مؤسسات و با کامپیوترها انجام میشه و تریدرهای حرفه‌ای مؤسسات و الگوریتم‌های خاص کامپیوترها توجه آنچنان زیادی به کندل های سیگنال نمی‌کنن. اونا اکثرا به قیمت کلوز، اوپن و سقف‌ها و کف‌ها توجه میکنن و حرکت گذشته چارت رو زیر نظر میگیرن، یعنی کانتکست بازار براشون از سیگنال بار مهمتره. پس باید برای ما هم به همین شکل باشه و اعتبار زیادی به کندل سیگنال ندیم. برای مثال این کندل ریورسال بار یا کندل برگشت صعودیه که قوی ترین نوع از سیگنال بارهای بازگشتیه. این کندل همه خصوصیاتی که یک ریورسال بار صعودی باید داشته باشه رو داره، یعنی شادو پایینی 1/3 تا نصف بدنه یک کندله، 1/3 تا نصف بدنه یک کندله، شادو بالایی نداره یا کوچیکه، همپوشانیش با کندل قبلی کمه، یعنی اگه کندل رو نصف کنیم میانه یک کندل پایین تر از
کلوز کندل قبلیه و همچنین چند تا ویژگی دیگه هم داره که توی ویدیو معرفی مشخصات ریورسال بار بهش میرسید. با این حال و با همه ویژگی‌های خوب و قدرتمندی که این ریورسال بار داره، باز هم فقط در صورتی مورد توجه تریدرها قرار میگیره که کانتکست ازش حمایت کنه. مثلا گذشته چارت باید صعودی باشه، یک روند قوی صعودی در جریان باشه و این کندل های نزولی صرفاً یک پولبک سوینگ قبلی باشن، پولبکی که به شکل وجبول فلگ بوده. ببینید داون آپ و داون و ما این انتظار رو داشته باشیم که این ریورسال بار پایان سومین رانش نزولی باشه و بتونه پولبک روند کوچکی است رو تموم کنه و روند اصلی یعنی روند صعودی قبلی از سر گرفته بشه. پس ما به کندل های سیگنالی که توی پولبک یک روند میان و باعث تموم شدن پولبک و از سرگیری روند اصلی میشن هم سیگنال بار برگشتی یا بازگشتی میگیم. چرا؟ چون گفتیم روندها به 4 دسته تقسیم میشن: ترند و سوینگ و پولبک و لگ. پولبک روند کوچیکیه که میتونه 1 تا 4 تا لگ رو شامل بشه و تموم شدن پولبک به این معنیه که یک روند کوچیک خلاف جهتی تموم شده و قیمت برگشته به روند اصلی. پس سیگنال بارهایی که توی پولبک میانم جزو سیگنال بارهای بازگشتی دسته بندی میشن. طبیعتاً کندل های سیگنال برگشتی میتونه باعث برگشت روند اصلی هم بشن. مثلا اینجا توی کانتکست روند قوی صعودی در کار نباشه، اصلا روند نزولی بوده باشه. ببینید مثلا این کندل توی انتهای یک روند نزولی اومده باشه. تریدرهای حرفه‌ای به این نتیجه رسیده باشن که مثلا بازار ریزش خوبی داشته و الان توی قیمت ارزشمندی برای خرید و این کندل سیگنال هم توی نقاط جاذبه‌ای باشه که اونا برای خودشون از قبل روی چارت مشخص کرده بودن. در این صورت بعد از کلوز کندل سیگنال بای میزنن و کلا باعث برگشت قیمت میشن. پس کندل های بازگشتی هم میتونه توی پولبک بیاد، یعنی پولبک رو تموم کنه که روند خلاف جهت کوچیکیه و روند اصلی در ادامه پیدا کنه، هم میتونه توی انتهای یک روند بیاد و کلا اون روند رو به یه روند مخالفی بازگشت بزنه. پس با این نوع تقسیم بندی که ما کردیم، سیگنال بارهای بازگشتی روند و پولبک توی یک دسته قرار میگیرن و دسته بعدی یعنی سیگنال بارهای ادامه دهنده فقط شامل کندل های سیگنالی میشه که در جهت روند یعنی توی اسپایک میان و باعث قوی تر شدن روند میشن که در ادامه ویدیو بهشون میرسیم. شما اگه تریدر تازه کاری هستین، ابتدای کار باید دنبال سیگنال بارهایی باشین که توی پولبک یک روند قوی میان یا سیگنال بارهای ادامه دهنده باشن. اگه توی چارت دنبال سیگنال بارهایی بگردید که یک روند اصلی رو خاتمه میده و بخواین اونا رو معامله کنید، شک نکنید که ابتدای کار ضرر میکنید. اشتباهی که اکثر تریدرهای تازه کار انجام میدن و باعث از بین رفتن حساب یا حتی نابودی رویای تریدر شدنشون میشه اینه که توی روند قوی صعودی دنبال سقف میگردن و توی روند قوی نزولی دنبال کف. اصطلاحاً فقط شنیدن که کف بخر سقف بفروش. اما 80% کف‌ها توی روند قوی نزولی فیل میشه و تبدیل به بیرفلگ میشه یا پرچم نزولی. همینطور 80% سقف‌ها هم شکست میخورن و تبدیل به بول فلگ میشن. یک مبتدی نباید برخلاف جهت روند ترید کنه. اگه حالا آتیشش خیلی تنده، فقط باید معاملاتی رو بگیره که از قبل شکست قوی ترند لاین و مووینگ اوریج صورت گرفته باشه. مثلا ببینید این یک روند قوی صعودی، یک شکست ترند لاین، شکست مووینگ اوریج و وقتی که قیمت به خاطر مومنتوم بالا دوباره سقف رو تست میکنه، اگه اینجا یک کندل سیگنال بار بزرگ برگشتی دیدن، یک کندل سیگنال خوب، اونجا میتونن سل بزنن. باز هم چون این یک الگوی برگشتیه که اصطلاحاً بهش میگیم MTR، بازم احتمال برد این معامله فقط 40% هستش.
پس سعی کنید هیچ وقت در خلاف جهت روند ترید نکنید اگه مبتدی و تازه کار است. خب برگردیم سراغ این چارت. کانتکست بازار گفتیم که اینجا صعودیه، اما بقیه کندل ها توی اسلاید جا نشدن. اما بدونین اینجا یک حرکت قوی صعودی بوده، یک سوینگ قوی صعودی بوده که اینجا با این الگوی آی به پایان رسیده و فاز پول بک شروع شده. پس کندل آی یعنی دوتا اینساید بار متوالی میتونه الگوهای بازگشتی باشن برای ما. این هایوان یا سقف یک پایان لگ یک بوده که میبینیم فعال نشده و توسط این ریورسال بار نزولی برگشت قیمت به روند اصلی یعنی صعودی فیل شده و مارکت بعداً یک های تو تشکیل داده یا سقف دو که اصطلاحاً خواسته یک ABC پول بک بزنه. A شامل لگ اول تا این سقف اول، B این حرکت صعودی بوده و C هم این سقف دو، یعنی خواسته اینجا با یک ABC پول بک به روند اصلی برگرده که دوباره توسط این کندل اینساید بار فیل شده. در نهایت پول بک بعد از 3 رانش نزولی و توی این ریورسال بار قدرتمند صعودی و به شکل وجبل فلگ به اتمام رسیده و روند صعودی از سر گرفته شده. ببینید داون آپ و داون، این یک سوینگ صعودی بوده و اینجا پول بک شروع شده با این الگوی آی و دوتا این ساید بار متوالی، داون آپ و داون، یک وجبل فلگ که با این بای ریورسال بار برگشته و قیمت و روند قبلی ادامه پیدا. گفتیم به سیگنال بارهایی که توی پول بک یک روند میان و باعث تمام شدن پول بک و برگشت قیمت به روند اصلی میشن هم کندل های بازگشتی میگیم، سیگنال بارهای بازگشتی میگیم. اینجا هم یک ستاپ دو کندلی داشتیم. گفتم ستاپ ها متشکل از یک یا چند کندل هستن، مثل اینجا که ستاپ تو ریورسال بار یا بازگشت دو کندلی داریم و یا اینجا که مثلا الگوی آی داشتیم که جفتشون از دو تا کندل تشکیل شدن. یک کندل سیگنال با تأخیر رو بعد از اینکه وارد معامله میشیم نامگذاری میشه. اگه تریدی انجام ندیم اون کندل فقط یک کندل ستاپ میمونه. به محض اینکه تصمیم میگیریم وارد معامله بشیم، کندلی که توش وارد معامله میشیم میشه کندل ورودی ما. کندل قبل که بر اساس اون وارد معامله شده میشه کندل سیگنال ما. اینجا ببینین این کندل بازگشتی، این بای ریورسال بار که ما تصمیم گرفتیم وارد معامله بشیم میشه کندل سیگنال ما. حالا شما میتونیم به محض کلوز کندل بای بزنید، یعنی توی قیمت مزنه بازار بای بزنید، یا یک پیپ بالاتر از سقف کندل استاپ اوردر بذاریم، بای استاپ بذاریم و توی این کندل فعال میشه. پس این کندل میشه اینتری بار یا کندل ورودی ما و کندل قبل که علت ورود ما به معامله بوده میشه کندل سیگنال ما. در لحظه انجام سفارش کندل قبلی دیگه کندل ستاپ نیست و تبدیل به کندل سیگنال میشه و کندل فعلی هم که سفارش توش انجام شده مثل این کندل تبدیل میشه به کندل ورودی ما. کندل بعد از کندل ورودی هم کندل ادامه دهنده یا فالو ترو هست اصطلاحاً بهش میگیم و همیشه بهتره که ترند باری باشه در جهت ورود شما. البته بعضی وقتا کندل فالو ترو چند کندل دیرتر میاد، مثلا چند کندل کوچیک اینجا تشکیل میشه و بعدش کندل فالو ترو میاد، مثلا بعد از 2 3 یا 4 کندل، که البته مشکلی نیست و همین که بیاد احتمال اینکه معاملتون سودده باشه رو بیشتر میکنه. کندل ورودی هم بهتره دوجی نباشه در اصل، ولی خب اینجا چون گفتم این کندل ریورسال بار ما بای ریورسال بار ما خیلی قویه و همه خصوصیات بای ریورسال بار قوی رو داره. پس وقتی سیگنال بار انقدر خوبه و کانتکست هم خوبه، یعنی روند صعودیه، اینم توی پول بک اومده، حالا فالو ترو دوجی بود اشکالی نداره، میشه معامله رو نگه داشت، سر به سر خارج نشد و منتظر کندل فالو ترو بمونیم. شکل کندل سیگنال و کندل ورودی مهمه، ولی خب نه بیشتر از کانتکست بازار. اصلا همچین کندل صعودی قدرتمندی که همه مشخصه های
یک ریورسال بار صعودی رو داشته باشه یا مثلا ریورسال بار نزولی که همه خصوصیات ریورسال بار نزولی رو داشته باشه به ندرت روی چارت به وجود میاد. شما اگه کل روز رو پای چارت بشینین شاید یه دونش هم به وجود نیاد، اما حالا اگه به وجود اومد اما توی کانتکست ضعیفی بود نباید معامله بشه، حالا هر چقدر هم که میخواد قوی باشه. مهمترین مهارتی که یک تریدر باید در خودش رشد بده قابلیت تشخیص زمانهایی که فروشنده ها یا خریدارهای بیشتری در بالا یا پایین کندل قبلی وجود خواهند داشت. مثلا اینجا بعد از این بازگشت دو کندلی یا تو ریورسال بار یک تریدر باید بتونه تشخیص بده که بایرهای بیشتری اینجا وجود دارن یا سلرهای بیشتری. 7 کندل قبلی صعودی بودن، ترند بارهای صعودی هم بودن و فقط یکیشون دوجی بوده. ترند بارهایی که همشون قیمت پایانیشون بالاتر از کندل قبلی بوده و اصطلاحاً داخل یک میکرو کانال صعودی بودن. ببینید داخل یک میکرو کانال صعودی بودن. اصلا این اولین کندلی که میکرو کانال صعودی رو به سمت پایین میشکنه خودش سیگنال بایه. از اینجا به شدت بایر هست که میبینیم این الگوی بازگشتی فیل شده و روند ادامه پیدا کرده. پس یکی از مهارت‌هایی که یک تریدر باید توی خودش رشد بده قابلیت تشخیص زمان‌هایی که فروشنده‌ها یا خریدارهای بیشتری در بالا و پایین کندل قبلی وجود خواهند داشت. 90% معاملات همونطور که توی ویدیوهای قبلی گفتیم توسط کامپیوترها انجام میشه و اونا الگوریتم‌های مختلفی دارن و هر کدوم تعریف خاص خودشون از عدم تعادل دارن. وقتی چند تا از این برنامه‌ها همزمان و با هم راه میفته و الگوریتم‌های مختلف عدم تعادل رو همزمان تشخیص میدن و در یک جهت ترید میکنن، بریک اوت اتفاق میفته. بعد از بریک اوت مومنتوم بالا توسط کامپیوترهایی که بر اساس مومنتوم استراتژی ترید میکنن تشخیص داده میشه و اونا هم شروع به ترید میکنن. بعد از اونا یا همزمان با اونا استراتژی ترند فالوینگ کامپیوترها هم فعال میشه و همجهت با روند ترید میکنن. توی ویدیوهای قبلی راجع به الگوریتم تریدینگ حرف زدیم و انواع مختلفش رو معرفی کردیم. خیلی کم توی روز اتفاق میفته که این الگوریتم و برنامه همجهت شروع به فعالیت کنن. برای همین 5 تا 10% کندل های روی چارت بریک اوت های قوی هستن. بقیه کندل های روی چارت معمولا داخل تریدینگ رنج قرار دارن. یک کندل سیگنال هم وقتی توی کانتکست درستی قرار میگیره که عدم تعادل زیادی وجود داشته باشه. با این حال یک تریدر نباید احتمال بالایی رو برای معاملهش در نظر بگیره، مثلا 80-90% احتمال بالاییه، چون اگه احتمال موفقیت بالا باشه مؤسسه یا تریدر حرفه‌ای باقی نمیمونه که حاضر به گرفتن معامله خلاف جهت شما باشه. یعنی مؤسسه‌ای وجود نخواهد داشت که به ما بفروشه یا از ما بخره که معامله ما انجام بشه. معمولا اگه احتمال معامله بالا باشه حرکت کوچیک و مختصره و شروع روند بزرگی نیست. اصطلاحاً یک معامله اسکلپه. احتمال سود از یک معامله به ندرت برای یک تریدر بالای 60% و اونم فقط در صورتی اتفاق میفته که در جهت یک روند قوی مثلا بعد از بریک اوت وارد بشه. اگه در خلاف جهت روند هم معامله کنه که اصلا به 50% هم نمیرسه احتمال معاملش و حدوداً فقط 40% یا کمتر احتمال داره که معامله خلاف جهت با سود همراه بشه. برای همینه که میگم تریدرهای تازه کار از ترید برخلاف جهت فعلا و تا زمانی که حرفه‌ای بشن باید چشم پوشی کنن. خب حالا فکر نکنید که مثلا ترید در جهت روند هم خیلی کار آسونیه. به دست آوردن سود از یک روند قوی هم کار ساده نیست، چون هر روند هر چقدر هم که قوی باشه کاری میکنه که ترید کردنش مشکل بشه، چون تنها راهیه که باعث میشه یک روند طولانی بشه و بتونه مسیر زیادی رو طی کنه. روند به یک سری از تغییرات غیر طبقه بندی شده قیمت که میتونه مثلا بیشتر صعودی یا نزولی باشه میگن و تقریبا مهمترین چیزیه که یک تریدر باید وقتی که چارت رو باز میکنه در صورت وجودش بتونه تشخیص بده. چون گفتیم مارکت سایکل یا چرخه‌های بازار
پایه و اساس ترید کردن هستن. یه تریدر معمولا نباید بخره مگه اینکه بازار در حال تشکیل یک کف بالاتر باشه و نباید بفروشه مگر اینکه بازار حداقل در حال تشکیل یک سقف پایین‌تر باشه، یعنی روند صعودی یا نزولی. توی روزهای بدون روند هم که کلا نحوه ترید کردن با روزهای روند متفاوته که به اونم میرسیم. اما روندها رو میشه به صورت بی‌قاعده‌ای به 4 دسته تقسیم کرد: روند، سوینگ، پولبک و لگ. بی‌قاعده به خاطر این گفتم که مثلا یک روند میتونه مثل اینجا از 2 تا سوینگ تشکیل شده باشه. ببینین آبی پررنگ یک سوینگه و این آبی کمرنگ یک سوینگه. هر سوینگ هم خودش میتونه 1 تا 4 تا پولبک داشته باشه. ببینین 1 2 3 1 2 3 که اینجا سوینگای ما 3 تا پولبک داره. هر پولبک هم خودش میتونه 1 تا 4 تا لگ داشته باشه. ببینید این پولبک یه لگ داره، این پولبک 2 تا لگ داره، یعنی از یک سقف 2 از یک های 2 برگشته. این هم که 3 تا داره، یعنی یک وج بول فلگه. همچنین یک پولبک میتونه از 4 تا لگ یا موج تشکیل شده باشه. مثلا ببینین اینجا 3 تا هست، یک دونه دیگه هم اینجا مثلا قیمت اومده باشه و اینجا دیگه نمیگیم سقف 1، سقف 2، سقف 3، سقف 4. یه طوری شماره گذاری میکنیم که این بشه سقف 2. مثلا به این میگیم سقف 1، به این میگیم های 1، به این میگیم های 2. دیگه لازم نیست که هایای بالاتری بزنیم. و اینجا مثلا از یک های 2 قیمت برگشته، از یک سقف 2. اینجا از یک های 1 یا سقف 1 قیمت برگشته و اینجا هم یک های 2 بوده. گفتیم پس یک روند ممکنه از 2 تا 10 تا سوینگ ساخته شده باشه که هر سوینگ خودش 1 تا 4 تا پولبک داشته باشه و هر پولبک هم خودش از 1 تا 4 تا لگ یا موج، حالا به لگ موج هم گفته میشه، تشکیل شده باشه. اما نموداری که جلوی شماست، حداقل اون چارتی که جلوی شماست، حداقل میتونه شامل فقط 2 تا روند باشه، نه بیشتر. اگه روی چارت دارین بیشتر از 2 تا روند تشخیص میدین، بهتره که به جای روند بهش بگین سوینگ یا لگ بگین. ببینید لگ، سوینگ، موج اینا اسامی مهم نیستن. خب فقط اون روند کوچیکتری که توی جهت روند اصلی میاد باید انتهای پولبک بیاد و مثلا توی روند صعودی منجر به یک سقف بالاتری بشه، یعنی یک هایرهای جدید. پولبک جدیدی که شروع شده بالاتر از پولبک قبلی بوده. این اصطلاحاً پولبک ها، سقف ها دارای روند هستن، یعنی قیمت توی یک روند صعودیه. یا توی روند نزولی هم به همین شکل. روند کوچیکتری که توی جهت روند اصلیه باید انتهای پولبک بیاد و منجر به یک لورلو جدید بشه، یعنی پولبک بعدی که تشکیل میشه توی روند نزولی باید پایین تر از پولبک قبلی باشه، یا اصطلاحاً کف ها و پولبک ها دارای روند باشن. روند ها دوست دارن تریدرها رو بیرون روند نگه دارن تا معامله‌گر مجبور باشه برای ورود به روند رو دنبال کنه. به همین خاطر معمولا سیگنال بارهایی که باعث تمام شدن پولبک و معامله‌ای در جهت روند میشن معمولا قوی و واضح نیستن و سیگنال بارهای ضعیفی هن، طوری که تریدر میترسه در جهت روند وارد بشه و بیرون روند توی تله میفته. برعکس سیگنال بارهای خلاف جهت قوی و واضحن و به بهترین شکل اتفاق میفتن. مثلا سیگنال بارهایی که اینجا اتفاق میفتن در خلاف جهتن معمولا سیگنال بارهای قوی هستن، یا ریورسال بارن یا بازگشت دو کندلی هن، بدنشون مثلا خیلی نزولیه، شادوی پایینی ندارن، شادوی بالایی 1/3 تا نصف بدنشون، اصلا کلن الگوهای پرفکتی هن، سیگنال بارهای خیلی خیلی قشنگی هن برای به دام انداختن سلرها اینجا. چون گفتیم روندها هر کاری میکنن که معامله‌گرا رو چه داخل چه بیرون روند
توی تله بندازن. اینطوری تریدرهای خلاف جهت داخل روند و تریدرهای در جهت روند هم بیرون روند توی تله میفتن و نتیجه دنبال کردن اونا و استاپ خوردن تریدرهای خلاف جهت باعث میشه که یک روند حرکت طولانی رو داشته باشه. خب این کندل اولین کندل باز شدن بازار نیویورک توی چارت S&P که یک کندل صعودی بدون شادو بالا یا پایین کندله و یک ترند بار قدرتمند صعودی، همچنین یک بریک اوت هم هست چون مووینگ اوریج رو به سمت بالا شکسته. معمولا توی چند کندل اول باز شدن هر مارکت یا هر سشنی باید صبر کنیم تا بازار اطلاعات بیشتری از رفتاری که توی اون روز قراره داشته باشه به ما نشون بده، بعد ترید کنیم. اما اگه این بریکات با فالو ترو همراه بود میتونستیم بای بگیریم، حالا چه اسکلپ چه سوینگ، و به امید یک روز از ابتدا صعودی یا اصطلاحاً بول ترند فرام د اوپن هم میتونستیم اسکلپ کنیم، هم میتونستیم وقتی که بازار به اندازه ریسک ما حرکت کرد بخشی از پوزیشن رو تیک پرافیت کنیم و مابقی رو سوینگ کنیم. به هر حال فالو تورو نیومده. کندل بعدی یک کندل داخلی یعنی اینساید باره که به دنبالش هم یک اینساید بار دیگه اما صعودی اومده. همین میتونه یک ستاپ آی و برگشت قیمت از سقف 1 باشه، یعنی بریک اوت پول بک بای. اما خب فیل شده و بازار یک سقف 2 رو تشکیل داده، یک سقف 2 که الگوی آی او آی هست، یعنی اینساید اوتساید اینساید بار، که اونم فیل شده و بازار یک کف پایینتری رو تشکیل داده، یعنی بریک اوت کرده یک کف پایینتری رو تشکیل داده اما فیل شده و قیمت به داخل این تریدینگ رنج کوچیک برگشته. این کندل یک کندل ریورسال بار صعودیه، یکی از قدرتمندترین سیگنال بارهای بازگشتی. این کف پایینتر 3 تا رانش نزولی داره، ببینید داون آپ، داون آپ و داون. پس یک وج باتم از توی ابتدای روز و کندل سیگنالش هم یک کندل ریورسال باره که گفتیم از قوی ترین کندل های سیگنال برگشتی. همین شادویی که این پایین هست، همین که گفتیم توی ریورسال بار صعودی باید 1/3 تا نصف بدنه کندل باشه شادوی پایینی. همین شادو نشون دهنده یک فیل بریک اوت هست از این تریدینگ رنج کوچیک. بای را میتونن یک پیپ بالاتر از این کندل سیگنال بای بذارن که گفتیم توی کندل ورودی معامله شون انجام میشه. به اون کندلی که توش معامله انجام میشه میگیم انتری بار یا کندل ورودی، و کندلی که علت ورود ما به معامله هست میشه سیگنال بار ما. اما گفتم معامله‌ای که احتمال بالایی داشته باشه معمولا منجر به حرکت کوچیک و مختصری میشه و شروع یک روند بزرگ نیست. این کندل ریورسال بار ما بود، بای ریورسال بار، و گفتم که میتونیم یک پی بالاتر از اون کندل بای بزنیم و این کندل میشه کندل ورودی ما یا انتری بار ما. و گفتم چون احتمال بالایی داره این معامله معمولا یک معامله اسکلپه و شروع روند بزرگی نیست. معاملات اسکلپ معاملاتی هستن که احتمال موفقیت معمولا بالاتر از معاملات سوینگه اما سود کمتر از معاملات سوینگه و تریدرها اجازه پول بک به حرکت نمیدن و معمولا با گرفتن سود کمی معاملاتشون رو میبندن. اسکلپرها معمولا بعد از این کندل بزرگ چون به اندازه ریسکشون حرکت کرده هم کلوز همین کندل تیک پرافیت میکنن یا نهایتا توی این کندل اینساید بار خارج میشن یا دیگه آخرش بعد از دیدن این الگوی آی دیگه تیک پرافیت میکنن و حداقل سودی کمتر از ریسکشون رو برداشت میکنن و تیک پرافیت میکنن. چون گفتم احتمال این معامله خیلی بالاست و وقتی که احتمال بالا باشه معمولا سودها کمن، به خاطر همین
تریدرها سریع تیک پرافیت میکنن. از اونجایی که توی معاملات اسکلپ سود از مقدار ریسک کمتره، تریدر باید توی 70% معاملاتش موفق باشه تا سود ده باشه. پس اگه شما یک تریدر تازه کار هستین، بهتره که خودتون رو خیلی دست بالا نگیرین. مثلا فکر نکنین که 70% معاملاتتون با برد همراه میشه. پس توی ابتدای کار فقط به دنبال معاملات سوینگ باشین. بازار توی کندل بعدی سومین رانش صعودیش رو هم تکمیل میکنه و این ساید بار سیگنال فروش یک وج تاپ توی ابتدای روز. ببینید اینجا یک وج داریم، آپ داون و آپ، و این کندل این ساید بار هم سیگنال فروششه. رانش دوم با این الگوی آی تموم شده بود و این هم که گفتیم این ساید بار و سیگنال فروش وج تاپه. سلرها میتونن یک پیپ پایینتر از این کندل این ساید بار سل استاپ بذارن و انتظار 2 لگ حرکت نزولی بعد از این وج رو داشته باشن. گفتم تریدرهای تازه کار باید دنبال معاملات سوینگ باشن، نه به خاطر اینکه معاملات سوینگ آسونه. اتفاقا موقعیت‌های اسکلپ آسونتر و واضح‌تر و بدیهی‌ترن، در حالی که معاملات اسکلپ اغلب غیر واضح یا واضح ولی ترسناکن و احتمالشون هم کمتر از اسکلپه. اما چون معمولا سودشون 2 یا 3 برابر مقدار ریسکه، اگه تریدر توی 40% مواقع هم سود کنه، در کل تریدر سوددهی میشه، به شرطی که تا سودی 2 برابر ریسکش به دست نیاورده خارج نشه. حتی توی ریوارد 1 میتونه بخشی از پوزیشن رو تیک پرافیت کنه و بقیه رو نگه داره تا زمانی که ستاپ قابل قبولی خلاف جهتش ظاهر نشده تا اون موقع نگه داره. چون ضررهای کوچیک یک تریدر سوینگ معمولا بیشتر از معاملاتیه که توشون سود میکنه. معامله‌گر پس باید خودشون مجبور کنه تا به ریواردهای 2 نرسیده، مثلا به ریوارد 2 یا 1 نرسیده، بخشی از تریدشو تیک پرافیت نکنه. تریدر توی ریوارد 2 میتونه کل پوزیشنشو تیک پرافیت کنه، اما به نظر من بهتره توی ریوارد 2 یا 1 فقط بخشی از پوزیشن رو بگیره، مثلا نصف پوزیشن، مابقی رو نگه داره تا یک موقعیت قوی خلاف جهت اتفاق نیفتاده و اگه شد حتی تا آخر روز هم نگه داره. اینطوری هر چند وقت یک بار، مثلا هر 3 روز یا 4 روز، موقعیتی اتفاق میفته که تریدر میتونه 5 برابر 6 برابر مقدار ریسکش سود کنه و ضررهای کوچیکش جبران میشه و سود خوبی به بالانسش اضافه میشه. اما همونطور که گفتیم معاملات سوینگ احتمال بالایی ندارن. موقعیت‌های سوینگ اغلب غیر واضحن و این باعث میشه که تریدرها ورود زودهنگام به روند رو از دست بدن. مثلا این مثلثی که 1 ساعت اول باز شدن بازار نیویورک تشکیل شده رو ببینید. یک اسپندینگ ترنگل یا مثلث بازشونده هست. قیمت 2 بار خواسته کف این مثلث رو به سمت پایین بشکنه ولی هر بار فیل شده. اما گفتم چون موقعیت واضحی نیست و به خاطر این لگ پرقدرت نزولی، بایرها اینجا میترسن که وارد معامله بشن و انتظار دارن که یک لگ دیگه هم در کار باشه، یک لگ نزولی دیگه، ورود زودهنگامو از دست میدن. اما یک تریدر با تجربه به همه کندل های روی چارت و کانتکست توجه میکنه. کانتکست یعنی همه کندل های سمت چپ و این فقط شامل کندل های اون روز یا اون تایم فریم نمیشه. تریدر باید چارت های بالاتر رو هم زیر نظر بگیره. مثلا تریدر اگه تایم فریم بالاتر رو نگاه کنه، توی تایم فریم 1 ساعته میتونه ببینه که اینجا بازار یه اسپایکی داشته، اسپایک و کانال، الگوی اسپایک و کانال به فرم وج، یعنی ببینید آپ داون و آپ، که بعد از این ستارانش صعودی بازار 2 لگ اصلاح شده. ببینید اصلاحش هم به این شکل بوده، داون پول بک، میگم داون لگ 1 پول بک لگ 2، بازار 2 لگ اصلاح شده و اینجا دقیقاً همون قیمتی است که اینجا میبینیم مثلث تشکیل شده. این کندل اول روزه، این کندل دوم روزه و کلش یک مثلثی هست که 2 بار هم تلاش از پایینش فیل شده. همچنین توی 1 ساعته سلرها 2 بار تلاش کردن تا این گپ رو ببندن، اما هر بار فیل شده تلاششون و موفق نشدن. پس بایرها میتونن انتظار داشته باشن که به اندازه یک حرکت اندازه گیری شده یا میجر موو به سمت
بالا حرکت کنن. همچنین این الگوی اسپایک و کانال توی 1 ساعته، اسپایک کانال با 3 تا رانش صعودی احتمال داره که لگ اول باشه چون حرکت خیلی قدرتمنده و بازار یک لگ دومی رو به اندازه لگ اول تکمیل کنه، یعنی یک لگ صعودی دیگه‌ای در کار باشه. روندهای قوی معمولا در برابر برگشت مقاومت میکنن، طوری که هر تلاشی برای برگشت فیل میشه و تبدیل به فلگ میشه و روند ادامه پیدا میکنه. حتی بعضی اوقات انقدر فشار خرید، فشار فروش زیاد میشه مثلا توی روند صعودی که بازار به حالت تریدینگ رنج در میاد، اما معمولا دوباره تریدینگ رنج در جهت روند قبلی شکسته میشه و روند ادامه پیدا میکنه. تریدر با تجربه با دیدن چارت 1 ساعته و این دو لگ اصلاح نزولی که ببینین لگ 1 پول بک، لگ 2 که حاصل این وج بوده، ببینید آپ داون و آپ. معمولا بعد از وج ما انتظار دو لگ اصلاح نزولی یا افقی رو داریم که اینجا نزولی بوده، اما به هر حال لگ 2 هم تموم شده و بایرها و تریدرهای با تجربه انتظار دارن که قیمت از همینجا بعد از پایان لگ دوم شروع کنه ادامه روند صعودی رو. اما بقیه تریدرها شروع میکنن به انکار وجود روند صعودی. اما تریدرهای حرفه‌ای گفتم اینجا بعد از اینکه یک بار تلاش از پایین مثلث فیل شده، یک بار دیگه هم که فیل شده باشه، اینجا بالای این بریک اوت. چرا میگم بریک اوت؟ چون سقف 4 کندل قبلی خودشو شکسته، سقف این تریدینگ رنج کوچیکو. تریدرهای با تجربه همینجا بای استاپ میذارم بعد از کلوز کندل یک پیپ بالاتر از این کندل و وارد معامله بای میشن. اما گفتم بقیه شروع میکنن به انکار کردن و همین انکار کردنشون باعث میشه که ورود زود هنگام رو از دست بدن. در کل هر بازاری کاری انجام میده که ترید کردن رو مشکل میکنه، چون بازار پر از افراد باهوشی که همون اندازه که شما تلاش میکنین پول از تو جیبشون در بیارین یا به دست بیارین، همون قدر یا حتی بیشتر از اون تلاش میکنن که اونا از حساب شما پول به دست بیارن. پس چیزی اینجا آسون نیست. سود کردن از یک روند قدرتمندم جزئی از همین مارکت، پس اونم آسون نیست. ورود توی موقعیت اولی یک سوینگ هم سخته، چون اغلب گفتیم غیر واضحه و سیگنال بار ضعیفی داره. پس ورودی اول رو از دست میدن معمولا و ورود توی کندل بریک اوت هم یا کندل های اسپایک هم سخته، چون استاپ لاس باید پایین اسپایک باشه و چون مقدارش زیاده تریدر باید سریع تصمیم میگیره با چه حجمی وارد بشه که طبق مدیریت سرمایه‌اش باشه، چون حجم کوچیک‌تره ترجیح میده منتظر پول بک بمونه. بعضی وقتا اصلا پول بکی وجود نداره و قیمت همینطور کندل روند تشکیل میده و اسپایک بزرگ و بزرگتر میشه. ورود به پول بک هم آسون نیست، چون هر پول بک با یک برگشت شروع میشه و موقعیت‌های برگشتی که معمولاً قوی‌تر از موقعیت‌های در جهت روند ظاهر میشن. مثلا این ریورسال بار رو ببینین، این کندل برگشتی نزولی رو، این یک ریورسال بار قدرتمنده، یک سل ریورسال بار. یا این دو کندل رو ببینین، این یک بازگشت دو کندلی یا تو ریورسال باره. یا اینجا ببینید دوباره کندل نزولی توی این تو ریورسال بار بزرگتر از کندل صعودی قبل از خودشه و کف 4 تا کندل قبلی رو کاملا معکوس کرده. علاوه بر اینا وج هم داریم، ببینید آپ داون و آپ. الگوی هدن شولدر هم داریم، یعنی لفت شولدر، هد و رایت شولدر. همه اینا باعث میشه که تریدر این احتمال رو بده که شاید پولبکی در کار نباشه و روند در حال برگشته، پس بای نمیزنه و بیرون روند میمونه توی تله. بعد که روند از سر گرفته میشه، بایرایی که از روند جا مونده بودن و دنبال ترید کردن در جهت روند هستن و دارن روند رو دنبال میکنن، به علاوه سلرهایی که اینجا توی تله افتاده بودن و استاپ لاسشون رو گذاشته بودن این بالا، انرژی لازم رو برای ادامه روند فراهم میکنن.
پس ما یه عده بایری هستیم که به خاطر اینکه این الگوها غیر واضح بودن یا ترسناک بودن وارد نشده بودن توی بای نزده بودن و دنبال یک موقعیت خوبی برای ورود هستن و دارن روند رو دنبال میکنن. همچنین یه تعداد سلری داشتیم که اینجا توی تله افتاده بودن یا بعد از این تو ریورسال بار و این همه دلیل برای وارد شدن که گفتیم معمولا الگوهای برگشتی قوی تر از الگوهای ادامه دهنده هستن. به هر حال یه سری سلر اینجا توی دام افتادن و استاپلاسشون رو گذاشتن این بالا که بازار بعد از فعال کردن استاپلاس اینا و دنبال شدن توسط بایرایی که از روند جا مونده انرژی لازم رو برای ادامه روند فراهم میکنن اینا و روند ادامه پیدا میکنه. یک روند قوی اگه توسط کانتکست خوب حمایت بشه، مثلا کانتکست یک تایم فریم بالاتر میتونه توی تایم فریم پایینتر مثلا 5 دقیقه روزها ادامه داشته باشه. مثلا تا انتهای این روز ادامه داشته، اولین کندل روز بعد نزولی بوده ولی به محض کلوز کندل بایرها شدیداً میخرن. چرا؟ چون گفتیم یکی از مهارت هایی که یک تریدر باید در خودش رشد بده اینه که احتمال بده بعد از بسته شدن کندل بایرها یا سلرهای بیشتری پایین کندل هستن. ببینید وقتی که روند روز قبل کاملا صعودی بوده و توسط یک تایم فریم بالاتری هم حمایت میشه و اونجا یک الگوی اسپایک و کانال داشتیم و امروز در واقع شروع لگ 2 هست و میتونه تا روزها بازار صعودی باشه. پس بایرها به شدت به محض بسته شدن کندل اول میخرن و میبینیم که رشد قیمت ادامه داشته. روند روز جاری از روز دیروز خیلی قوی تر هم بوده حتی، چون توی 30 کندل ابتدایی هیچ تستی از مووینگ اوریج انجام نشده، صورت نگرفته و قیمت مدام در حال دور شدن و فاصله گرفتن از مووینگ اوریج که خودش یکی از نشونه های یک روز روند پرقدرته. با این حال بازار یک لحظه هم بی خیال گول زدن معامله‌گرای خلاف جهت نشده. مثلا این وجه رو ببینید توی 1 ساعت اولیه باز شدن بازار نیویورک توی روز 2 فوریه رو ببینید که یک کندل یک تو ریورسال بار یا بازگشت 2 کندلی هم هست. همچنین میشه این وجه اینطوری هم در نظر بگیریم. ببینید آپ داون و آپ که اینجا هم سیگنالش یک کندل ریورسال باره، یک سر ریورسال بار و کندل ورودیش هم یک کندل مطمئنی هست. یا مثلا این وج رو ببینید آپ داون و آپ و این کندل که قیمت پایانی 14 کندل قبل از خودش رو معکوس کرده. یعنی اگه اینجا بازار یک چنین روند شارپی رو نداشت و بازار توی یک حالت رنجی بود، بعد از این کندل که قیمت پایانی 14 کندل قبل از خودش رو معکوس کرده میتونستیم انتظار یک حرکت اندازه گیری شده به اندازه همین کندل رو داشته باشیم به سمت پایین. اما خب بارها گفتیم وقتی که یک بریک اوتی اتفاق میفته و قیمت با اسپایک داره از یک نقطه دور میشه، یعنی عدم تعادل زیادی اونجا وجود داره و بازار دنبال قیمت منصفانه است. وقتی که بریک اوت اتفاق میفته و بازار حرکتش رو شروع میکنه، معمولا بازار تا جایی پیش میره که به نقاط جاذبه‌ای برسه که توی اون بایرها به این نتیجه برسن که قیمت بیش از حد رشد کرده و باید 2 لگ اصلاح بشه، پس تک پرافیتشون رو میذارن توی اون نقاط. توی ویدیوهای قبلی گفتیم که این نقاط جاذبه میتونه توی همون روز جاری مشخص بشه یا از روزهای قبل و حتی تایم فریم های بالاتر میتونیم این نقاط جاذبه رو مشخص کنیم. گفتیم نقاطی هستن که مؤسسات اونا رو به عنوان نقاط حمایت یا مقاومت تشخیص میدن و هرچی مؤسسات بیشتری اونا رو به عنوان نقاط جاذبه در نظر بگیرن احتمالاً بازگشت از همون جاها اتفاق میفته. این نقاط جاذبه یا حمایت و مقاومت رو میتونیم توی روز جاری یا روز قبل و یا حتی از تایم فریم های مختلف برای خودمون مشخص کنیم.
روند ما توی روز جاری توی یک کانال قوی سعودی یا اصطلاحاً اسمال پولبک بول ترندی بوده و یکی از نشونه‌های قدرت میتونه این باشه که زیر نظر بگیریم ببینیم تریدرهای خلاف جهت چه با استاپ اوردر چه با لیمیت اوردر تونستن سود کنن یا نه. توی یکی دو ساعت اول باز شدن بازار که با لیمیت اوردر با استاپ اوردر اصلا سود نکردن و با لیمیت اوردر یک مقدار ناچیز اینجا سود کردن. حتی اینجا با وجود این وجه ببینین آپ داون آپ داون آپ، با وجود این کندل سیگنال پرقدرت یعنی ریورسال بار و ورودی خوب باز هم نتونستن حداقل اندازه یک اسکلپ یعنی تا مووینگ اوریج قیمت رو بکشونن و سودی کسب نکردن. اینجا فقط اگه با لیمیت اوردر یعنی به مرز بسته شدن این کندل سل میزدن چند پیپ سود میکردن یا اینجا مثلا مقداری کمی، اما حتی به حد یک اسکلپ هم نمیرسیده. اینجا بازار به جای حرکت به سمت مووینگ اوریج و فراهم کردن یک سود اسکلپ میبینیم که به سمت بالا حرکت کرده و حتی این گپ رو هم نتونسته ببنده. اینجا هم گپ کامل بسته نشده و توی ویدیوی گپ ها بهش میرسیم. اینجا ما نگاتیو گپ داریم. نگاتیو گپ به این معنیه که تریدرهای خلاف جهت هم دارن سود میکنن، یعنی سلرهایی که اینجا با لیمیت اوردر با لیمیت فروختن یا اینجا فروختن دارن از مارکت سود میگیرن و روند داره کمی ضعیفتر میشه، اما همچنان میتونه یک گپ اندازه‌گیری شده باشه و بازار به اندازه این میجر موو حرکت کنه. این همون نقطه‌ایه که میتونه تریدرهای حرفه‌ای و مؤسسات اونو به عنوان نقطه‌ای و قیمتی برای خروج از معاملاتشون در نظر بگیرن. گفتم یک معامله‌گر سوینگ باید بعد از اینکه بخشی از پوزیشنش رو توی ریوارد 1 یا 2 گرفت مابقی رو نگه داره تا آخر روز و یا تا وقتی که یک موقعیت خلاف جهت واقعی پیش بیاد. ببینید این یک کندل نزولی خوبی هست، یک بریکاوت خوبی هست، اما توی یک روند صعودی قوی اومده، توی یک اسمال پولبک بول ترند اومده که برای 40 کندل مووینگ اوریج تست نشده. در چنین شرایطی وقتی که بعد از اینکه 40 کندل مووینگ اوریج تست نشده قیمت به سمت مووینگ اوریج میاد، یک تریدر باید احتمال بده که اینجا روی مووینگ اوریج یه تعداد معامله بای باشه، پس بعد احتمال بده که این کندل یک تله باشه، یک برترپ باشه برای گیر انداختن سلرها توی بازار. گفتم توی اسلاید 3 یا 4 گفتم یکی از مهارت هایی که یک تریدر باید در خودش پرورش بده اینه که بعد از هر کندل باید بتونه تشخیص بده بایرها یا سلرهای بیشتری در بالا یا پایین اون کندل وجود داره. موقعیت های برگشت روند معمولاً قدرتمندتر و قویتر از موقعیت‌های در جهت روند هستن، اما اکثرشون فیل میشن و تبدیل میشن به فلگ. حالا چون این روند سعودی میشه بول فلگ. اکثر این تراش‌ها فیل میشن. حتی بعضی موقع گفتیم فشار خرید، فشار فروش انقدر زیاد میشه که بازار وارد تریدینگ رنج میشه، اما معمولا باز دوباره تریدینگ رنج در جهت روند شکسته میشه و روند ادامه پیدا میکنه. یا اگه روند مثلا فاز اسپایک رو تموم کرده بود و توی فاز کانال بود، فقط با این بول فلگا اون کانال مثلا عریض‌تر میشه، اما همچنان به حرکت خودش ادامه میده. توی همچین روز قدرتمندی، توی همچین روز روند پرقدرتی، حتما شما باید بخشی از معاملتون رو تا انتها نگه دارین و مدام استاپ لاسستون رو بیارین زیر این کفهای اصلی. حتی اگه استاپ لاستون رو اینجا گذاشتین و اینجا خورد، بعد از این
گپ. ببینید این مووینگ اوریج گپ باره. بعد از این گپ میتونین وارد بشین یا میتونین صبر کنین و وقتی که مطمئن شدین که واقعا سلرها اینجا توی دام افتادن بعدش وارد بشین. بعد از مووینگ اوریج گپ بار معمولا قیمت حداقل یک تست دیگه به خاطر مومنتوم بالا از سقف قبلی انجام میده و اگه این روند نزولی بود و مووینگ اوریج گپ بار داشته معمولا کف قبلی یک بار دیگه تست میشد. حالا اگه این تست ضعیف باشه و توی این تست یک کندل سیگنال پرقدرتی بیاد، ما الگوی MTR رو داریم. میبینیم که سقف تست شده اما سیگنال بار هم تشکیل شده اما تست ضعیف نبوده. کندل های روند صعودی به وضوح بیشترن و قدرتشون هم از کندل های نزولی بیشتره. حتی سلرها نتونستن 2 تا کندل متوالی نزولی تشکیل بدن. پس اینجا تست ضعیفی انجام نشده، اما باز هم با وجود این کندل سیگنال بار و این الگوی MTR یک عده‌ای سل میزنن اینجا به خاطر ریسک و ریوارد خوبی که این معامله داره. استاپلاسشون رو میذارن اینجا و میتونن تا این کف مثلا سود بگیرن. اما خب معامله خلاف جهت هست. معاملات خلاف جهت هم گفتیم به ندرت نزدیک 50% احتمال بردشون هست. معمولا 40% احتمالشون و 60% مواقع این تریدهای خلاف جهت فیل میشن و بازار به روند اصلی خودش برمیگرده. پس ما اینجا یه الگوی MTRی داریم که اونم یه تعداد معامله‌گر خلاف جهت رو توی تله انداخته، مثل تله‌ای که اینجا پهن کرده بودن برای سلرها. اینجا همچنین وج هم داریم، الگوی هد اند شولدر هم داریم. ببینید لفت شولدر هد و رایت شولدر. همه این افرادی که اینجا معامله خلاف جهت گرفتن، همه این سلرها استاپلاسشون این بالاست. گفتیم که روندها معمولا معامله‌گرا رو در داخل و بیرون روند به دام میندازن. ببینید بایرهایی که اینجا بعد از دیدن این کندل ترسیده بودن و بای نزده بودن، اینجا بای نزده بودن، اینجا بای نزده بودن از ترس این کندل بزرگ نزولی، اونا توی دام افتادن. کجا؟ بیرون روند. اونا بیرون روند توی دامن. سلرهایی هم که اینجا فروختن، اینجا فروختن و این MTR رو فروختن، داخل بازار توی تله افتادن، توی دامن افتادن. همین که این بایرها روند رو دنبال میکنن، یعنی منتظرن اینجا ورود کنن، اینجا ورود کنن و کلا دارن روند رو دنبال میکنن و چه استاپلاس هایی که اینجا گذاشته شده و اینجا زده میشه انرژی لازم رو برای روند به وجود میاره برای اینکه به تارگتاش برسه. بالاخره دیگه توی تارگتاش بایرایی که اینجا بای زده بودن، اینجا بای زده بودن، اینجا بای زده بودن، در طول روز بای زده بودن، بالاخره تیک پرافیت میکنن. چرا؟ چون قیمت بالاخره به تارگتشون رسید، به اون نقاط جاذبه‌ای که منتظرش بودن قیمت رسید. همچنین انتهای سشن هم هست و باید یک جایی به فکر تیک پرافیت باشن و چه نقطه‌ای بهتر از این نقطه‌ای که تارگتشون هم بوده. همینطور توی چارت یک ساعته هم اینجا تارگتی بوده برای تیک پرافیت کردن. ببینین گفتیم این گپ بسته نشده و این میجر موو میتونه یک تارگت میجر موو یا حرکت اندازه گیری شده باشه برای تیک پرافیت کردن. ببینید این میجر موو همین 5 دقیقه‌ای هست که دقیقاً افتاده توی تارگت میجر موو یک ساعته ما. گفتیم هرچی این نقاط جاذبه که چه تو روز جاری چه تو روز قبل یا تایم فریم های بالاتر میتونیم مشخص کنیم، توی یک نقطه تجمیعشون بیشتر بشه، مؤسسات بیشتری اونجا رو به عنوان نقاط جاذبه، اینجا مثلا به عنوان حمایت در نظر میگیرن، مقاومت در نظر میگیرن و تیک پرافیتشون رو میذارن اونجا و هرچی تعداد بیشتری از این مؤسسات تیک پرافیتشون رو بذارن توی یک نقطه، مطمئناً برگشت ها از اونجا اتفاق میفته که میبینیم اینجا هم قیمت برگشته و ریورسال شده. چون اینجا کندل های زیادی نمیتونیم نشون بدیم توی اسلاید، توی
تایم فریم 5 دقیقه‌ای، توی تایم فریم 1 ساعته میبینیم که روز بعد حتی این میجر موو هم به سمت پایین، این کف به سمت پایین شکسته شده و قیمت کندل سیگنال تایم 1 ساعته خودشو اینجا تست کرده. نکته این چارت اینه که توی روزهایی که روند اینقدر قویه، تریدرها باید بخشی از معاملاتشون رو سوینگ کنن و استاپ لاسشون رو مدام به زیر کف‌های اصلی یا اصطلاحاً میجر لوها بیارن و تا آخر بازار یا تا وقتی که یک موقعیت برگشتی قابل قبولی ایجاد نشده معاملاتشون رو نگه دارن. چون گفتم اینطوری هر چند روز یک بار پیش میاد که مثلا 6-7 برابر ریسکشون سود میکنن و این باعث میشه که اون ضررهای کوچیکشون جبران بشه. اما نکته اصلی رو این بالا نوشتم. روندها معمولا معامله‌گران رو در داخل و بیرون روند به دام میندازن. به طور کلی کندل های سیگنالی که توی پولبک روند میان و به ما معامله در جهت روند پیشنهاد میکنن ضعیف هستن و برعکس سیگنال های بازگشت روند قوی، مثل سیگنال بارهایی که امروز و روز قبل خلاف جهت روند تشکیل شده بودن. ببینید چه کندل های پرقدرتی هستن. این ریورسال بار، این تو ریورسال بار، این کندل تو ریورسال بار که این دومی یعنی کندل نزولی خیلی بزرگتر از کندل قبلی خودش، اینجا کاملا کندل قبلی رو اینگولف کرده. اینجا باز دوباره یک ریورسال بار خوبیه، اینجا ریورسال بار، اینجا که دیگه گفتم کف 14 کندل قبلی خودشم معکوس کرده، اینجا یه سیگنال بار خوبیه. اما معاملات در جهت روند رو ببینین، الگوهاشو آنچنان الگوهای خوبی نیستن و معمولا گفتیم این کندل های خلاف جهت، این سیگنال بارهای خلاف جهت قویتر، واضحتر و مشخصتر هستن. وقتی بازار داره روند، تریدرها باید سعی کنن در جهت روند معامله کنن. هر چقدر هم که کندل های سیگنال و موقعیت ها ضعیف باشن، واضح نباشن یا واضح ولی ترسناک باشن. اینجا موقعیت هایی رو آوردم که ستاپ هایی هستن که در جهت روند با استاپ اوردر میتونیم وارد یک روند بشیم و اینا هم معاملاتی هستن که میتونیم با لیمیت اوردر وارد بشیم. سوالی که پیش میاد اینه که چرا با وجود این همه راههای خوب کسب سود بعضی معامله‌گرا ضرر میکنن؟ به خاطر اینه که راههای حتی بیشتری هم برای اشتباه کردن وجود داره که کم کم توی ویدیوها باهاش آشنا میشیم. یکی از این اشتباهات رو که بارها توی ویدیوها گفتم اینه که تریدر فکر میکنه که ترید کردن آسونه و معمولا این متداول ترین اشتباه تریدر است. اما توی همین ویدیو دیدیم که سود کردن از یک روند قوی هم آسون نیست. دومین اشتباه هم این بود که تریدرها گفتم معمولا دنبال کف میگردن توی روند قوی نزولی و دنبال معامله یک سقف هستن توی یک روند قوی صعودی. این کارو میکنن تا ریسکشون رو کم کنن و ریواردشون رو زیاد و کلا یکی از مؤلفه‌های ترید رو نادیده میگیرن به اسم احتمالات. احتمالات در کنار ریسک و ریوارد مؤلفه‌های اصلی ترید هستن و احتمال از بین این سه تا مهمترینه. شما نمیتونید توی یک ترید هر سه تا مؤلفه رو به صورت عالی داشته باشین. احتمالات با دو تا مؤلفه دیگه رابطه عکس داره، یعنی اگه احتمالات بالا باشه ریوارد کم میشه و استاپ لاس یا ریسک بزرگتر میشه. همونطور که توی معاملات اسکلپی گفتیم، اسکلپ معاملاتی بودن که احتمال بالایی داشتن اما ریسکشون معمولا بزرگتر از ریواردشون بود. همچنین گفتیم چون احتمالم بالاتره معمولا حرکت مختصر و این یعنی ریوارد پایین. اصلا اگه پرفکت ستاپی وجود داشته باشه، ببینید اصلا مؤسسه‌ای وجود نداره که اون طرف شما به شما بفروشه یا از شما بخره. گفتیم پس استاپی وجود نداره که ریسک کم، احتمال و ریوارد بالا باشه. اما انواع سیگنال بارها توی دو دسته سیگنال بارهای ادامه دهنده و سیگنال بارهای بازگشتی تقسیم بندی میشن.
چون کندل هایی که گفتیم اون سیگنال بارهایی که توی یه پول بک یک روند میان و موجب برگشت قیمت از روند کوچیک که گفتیم پول بک به روند اصلی میشن هم جزو سیگنال بارهای بازگشتی تقسیم بندی میکنیم. پس سیگنال بارهای ادامه دهنده تعدادشون کم میشه و فقط شامل ترند بار صعودی در طول اسپایک صعودی میشه و ترند بار نزولی در طول اسپایک نزولی. سیگنال بارهای بازگشتی اما شامل کندل برگشت یا ریورسال بار، بازگشت دو کندلی، تو ریورسال بار یا تری ریورسال بار که بازگشت سه کندلیه، شامل کندل کوچیک که گفتیم کندل اینساید بار، الگوی آی آی یا آی 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 یعنی 3 تا اینساید بار متوالی و الگوی آی او آی میشه. همچنین کندل داخلی یا الگوی او او یعنی 2 تا کندل خارجی متوالی، سقف و کف دو قلو، دابل تاپ و دابل باتم، البته میکرو دابل تاپ و میکرو دابل باتم. همه این سیگنال بارهای ادامه دهنده و سیگنال بارهای بازگشتی رو توی ویدیوهای بعدی با جزئیات بیشتری، با جزئیات کامل یعنی در واقع بهتون آموزش میدم. پس تا ویدیو بعدی که راجع به انواع سیگنال بارها قراره صحبت کنیم مراقب سرمایه‌هاتون باشین، مراقب خودتونم باشین و شبتون بخیر.